و امروز بعضی ها گفتنشان ممکن که داملا اون دوره خلافت بود و یعنی خلیف داشتیم که مثلا یا زکات رو جمع میکرد، امروز نداریم و ما امروز مثلا از زکات دادن دست میکشیم. آنها گناهگار میشوند یا نه با گفتن این گونه سخنها؟ نه، البته گناهکار میشه. این زکات تا روز قیامت باقی است. این زکات رکنی از رکنهای دین مقدس اسلام است. عاملین علیها نباشند، یعنی آن شخصیت هایی که زکات جمع میکنند و به سزاوارش میدهند نباشد. خود صاحب مال وظیفه دار است که زکاتش را به شخصان مستحق به همین 8 گروه یافته تقسیم کند. اگر خودش نتواند به یک شخص امانت نگهدار، به یک شخص خیانتکار، نه یعنی چشمش سر، انسانی که مثلا وفادار است و انسان امانت نگهدار است، به اون میدهد و میگوید تقسیم کن به جایهای مناسب. خیلی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم آورده به پیامبر صلی الله علیه و سلم میدادند و پیامبر علیه الصلاه و السلام به صاحبانش میدادند، به شخصان محتاج میدادند. شخصان محتاج غالبا آمده در نزد اهل علم درد خود، شکایت خود را میتوانند کرده و نه به همه پولدار نمیتوانند کرده. بعضی انسان ها فقیر نیستند، مسکین نیستند، ولیکن به سر آنها مصیبت آمدگی است، مشکلی آمدگی است، قرضدار هست، انسان های آبرو دارند. اینها نمیتونند به نزد یک ثروتمند رفته اگر کمی عار و ناموس داشته باشد مثلا از آنها زکات طلب کند.